سلام دوستان عزیز شاهین لوکس، امیدوارم که هر جایی هستید خوب و خوش باشید. امروز می‌خوام در مورد کابل تقویت اتصال بدنه خودروی شاهین صحبت کنم. این کابل نه تنها برای خودروی شاهین بلکه برای اکثر خودروها کاربرد داره. حالا قضیه چیه؟ خودرو هم مثل یه سیستم برقی میمونه، یه سیستم الکتریکی داره که باید توی این سیستم الکتریکی تمامی اتصالات قوی باشن که بتونن جریان از خودشون عبور بدن. یه باتری داریم که حالا 50 آمپر، 60 آمپر، 70 آمپر داره جریان عبور میده و از اون طرف دینامو داریم که زمانی که نیازه این جریان رو تقویت میکنه و جریان بیشتری به ماشین میرسونه. این جریانی که توی خودرو تولید میشه باید در کل خودرو شروع کنه به چرخیدن و جایی که این جریانا همشون از همدیگه در واقع به یک پارچه میشن و میرسن توی باتری هست. زمانی که در واقع از قطب مثبت باتری جریان شروع میشه و به قطب منفی ادامه پیدا میکنه. توی قطب مثبت اگر ببینی در واقع ما دو تا کابل قوی داریم که و به همراه این جعبه فیوز، ولی توی قطب منفی متأسفانه اکثر خودروسازا کاری که میکنن اینه که این کابل‌ها رو خیلی کابل قوی نمیگیرن. این کابل به جای خاصی متصل نشده. این در واقع سیمه که فقط اتصالش یه جایی خورده بدنه خودرو، یعنی به این بدنه خودرو متصل شده، به جای خاصی متصل نیست. نه تنها توی خودروی شاهین که حالا یه سری حواشی در مورد توان باتری و سیم کشیش وجود داره، بلکه در همه خودروهایی که خصوصا سیستم الکتریکی دارن، مانیتور دارن. توی خودرو شاهین که بعدتر دو تا در واقع ما فن داریم، اینترکولر داریم و رادیاتور داریم و یه سری سیستم الکترونیکی دیگه. تا جای ممکن برقکارا توصیه‌ای که میکنن اینه که این کابل اتصال قطب منفی باتری به خودرو تقویت کنید. حالا تقویتش خیلی راحت میتونید با این کابل انجامش بدید. این کابل چیز عجیب غریبی نیست، فقط یه کابله که در واقع مهمه که جنس خوبی باشه. بعضی از کابل‌ها خیلی ضخیم هستن ولی در ظاهر ضخیمن. در واقع این پوشش پلاستیکیشون ضخیمه، چون میدونید دیگه مس گرونه، فقط سعی میکنن این پوشش‌ها رو خیلی ضخیم بزنن و داخلشون مسی که هستش خیلی مس ضعیفی هستش. یک کابل میتونید حالا از سایت شاهین لوکس یا هر جایی که دیگه‌ای که دوست دارید تهیه کنید و این کابل اتصالش به بدنه خودرو. برای این کارم خیلی راحته. شما کافیه که این پیچو باز کنید و یه سر کابل رو به زیر اینجا بذارید و پیچ روش محکم کنید. از اون طرف سر دیگه در واقع کابل رو باید به یکی از پیچایی که متصل شده به بدنه خودرو متصلش کنید. حالا کجا میتونید این کار رو انجام بدید؟ توصیه میکنیم جایی بسته بشه که اتصال با خودرو اتصال زیادی. مثلا این پیچ ها اگر ببینید، این پیچ درست اتصال قوی داره ولی اولا زیرش پوشش پلاستیکی داره، در نتیجه اتصال برقرار نمیشه. دوما خودش با این قطعه به خودرو متصل شده. یه جایی که در واقع اتصال بهتری با بدنه خودرو داشته باشه، جایی که خیلی براش خوبه این پیچ هستش که در واقع کنار این در واقع سر کمک میتونه باشه. کاری که میتونید حالا با توجه به سایزی هم که این کابل داره، من خودم پیشنهادی که میدم اینه که یه کابل به اینجا میبندید، سر دیگه ای کابل به اینجا ببندید. ولی چون ممکنه در واقع این بیرون در واقع به این لبه‌ها گیر کنه و اینا، یه چیزی که واقعا میتونید تست کنید و جوابم میده اینه که این کابل از زیر جعبه فیوز عبور بده، یعنی از اینجا وارد کنید، از زیر بکشید بالا و از اینجا به در واقع قطب منفی باتری متصلش کنید، از اون طرف هم به اینجا متصل. دقیقاً این کابل هم اندازه این اتفاق میشه، میتونید خیلی راحت تستش کنید. میگم آسیبی به خودروتون نمیزنه، مشکلی برای خودرو پیش نمیاره، فقط داریم در واقع اتصال قطب منفی رو تقویتش میکنیم. ولی اگر جایی خودرو باشه که نیاز به برق زیادی داره، نیاز به جریان زیادی داره، طبیعتاً میتونه این جریان خیلی راحت‌تر عبور بده، چون قطب مثبت که داره کار میکنه، از اون طرف دینام داره کار میکنه با سیم کشی قوی خودش. قطب منفی هم در واقع با دو تا کابل میتونه این کارو از این بعد انجام بده و جریان توی خودروتون راحت‌تر عبور پیدا میکنه.